بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه امروزه ما درباره رهبریت و یا مدیریت می باشد و این برنامه عموما علم معاصر امروزه را با ذکر کردن مثال ها از حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما بحث خواهیم کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از انتخاب شدنشان همچون پیغمبر هدف دراز مدتشان را معین نموده و آن هدف را به مرحله ها تقسیم کردند و برای هر یک مرحله نقشه کاری و استراتژی معین و مشخص کردند و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش از همه آن هدفی دراز مدت را به اطرافیان، خویشاوندان و نزدیکان خویش مدتی 3 سال پنهانی دعوت کردند و در علم مدیریت امروزه این را به نام پایلوت تست یعنی تطبیق کردن یک تغییرات و تحولات را در یک بخش کوچکی تشکیلات و کارخانه پیش از اینکه در تمام سطح کارخانه عملی شود آن را باید در یک سطح کوچک و یک در بخشی از کارخانه ما باید چیکار کنیم؟ تطبیق و عملی کنیم و بعدا آن را در تمام بخش های کارخانه عملی باید کنیم. عموما ما پیش از همه پیشگفتار عموما درباره چی؟ درباره رهبریت ما صحبت میکنیم و بعد از آن اساس های رهبریت و در قدم سوم عموما کارهایی که یک رهبر میکند عبارت از چی چیزها هستند، کدام کارها هستند که کدام کارها کدام رول های مهمی هست که یک راهبر باید بالای آنها بیشتر چی کند، ترکیز کند، بیشتر با آنها متوجه باشد و بسیارتر آنها را با آنها مشغول شود. و بعد از این که ما فهمیدیم که کارهایی که باید یک راهبر انجام دهد، بعد از اون ما چی را بحث خواهیم کرد؟ علامت هایی که باید در یک شخص اگر پیدا شوند آن در سیمای آن شخص یعنی که همچون یک رهبری آینده چی میشود نمایان میشود و آن میشود که آن را همچون تربیه کرد. وقتی که چنین علامت ها را ما شناختیم میتونیم که چنین اشخاص را همچون راهبری و یا که پیشواهای آینده چه کنیم؟ تربیه کنیم. پس پیشگفتار و اساس های راهبریت. اگر که ما ببینیم راهبریت یعنی چی؟ عموما تحریک پیروان به سوی هدف، یعنی چیزی مهمه که اینجا هست تحریک و پیشوایی کردن مردم یعنی پیروان به سوی هدف. این چیزهایی هستند که در تعریف یعنی راهبریت چی است، یک چیزهای مهم هستند که چیزهای اساسی هستند که باید ما اینها را بحث کنیم و اینها را دانیم. دومی که آیا رهبریت یک کسب فطری است، یعنی که یک شخص اگر که همچون به دنیا بیاید و آن صفت های راهبریت در آن وجود داشته باشد، شخصی باشد که در آن صفت های راهبریت وجود نداشته باشد، آیا امکانیتی آموختن چنین صفت ها هست یا اینکه نیست؟ عموما اگر که ما ببینیم بعضی کسایی هستند که چه همچون راهبر فطرتاً چی میشوند؟ تولد میشوند و بعضی اشخاصی هست که نه، آنها فطرتاً چی نیستند؟ راهبر نیستند و استعداد آموختن را دارند. برای همین یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نام خالد ابن ولید بعد از اسلام آوردنش 5 ماه بعد از اسلام آوردنش همچون راهبر همچون سرلشکری مسلمانان تعیین شد و در زیر رهبریش ابوبکر، عمر و عثمان چیکار کردن؟ اشتراک کردن، در حالی که اشخاصی که 15 سال 20 سال ایمان آورده بودند آنها همچون رهبر انتخاب نشدند، اما خالد ابن ولید از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچون چیز انتخاب شد. با خاطر چی؟ با خاطر که چنین صفات رهبریت در
ایشان وجود داشت، به خاطر آنکه همچو فطرتاً چی راهبر به دنیا آمده بودند یا تولد شده بودند. دومی که سوال اینجا است که آیا تقوا شرط است در راهبریت یا اینکه نه؟ تقوا عموما شرط نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که بعضی علما گفته است که تقواه ترجع الى نفسه و اما القیاده تتعلق بامور الناس. یعنی که عموما علما گفتن که تقوا شرط نیست، به خاطر برای آن که اگر که انسان خدا ترس باشد، این خدا ترسیش دلالت به چی میکند؟ یا اینکه مربوط نفس خودش هست. اما راهبریت یک چیزی است که متعلق و وابسته به حق‌های چی است؟ مردم هست. برای همین شرط نیست. مادامی که یک شخص در آن صفات راهبریت وجود داشته باشد، میتواند که همچو پیشوا، همچو چی راهبر انتخاب شود. دوم اینکه سن و سال معین، آیا سن و سال معین شرط است در راهبریت؟ سن و سال معین هم در راهبریت چی شرط نیست. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه اسامه بن زید یک جوان 16 ساله یا اینکه 18 ساله بود که وقتی که از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچو سرلشکر انتخاب شد و زیر این لشکر کی بود؟ حضرت ابوبکر، عمر و عثمان و کلانهای اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شامل این ارتش بودند و سرلشکر این یا اینکه رهبر این ارتش کی بود؟ اسامه بن زید بود. و آماری که امروز از یعنی که بعضی دانشمندان غربی آن رو به نشر رساندن، عموما 98% مردم قابلیت آموختنی چرا دارن؟ راهبریت را دارن. یعنی که وقتی که همچو راهبر اگر تولد نشده باشن، اون 98% مردم چی است؟ میتواند که این تخصص را و یا این که همچو راهبر چه کند؟ آموزش گیرد و آموخته شود و اون شخص و تیار کرده شود همچون راهبر. و 1% چی است؟ همچون یعنی که ذاتن و یا که فطرتن طبیعتن راهبر تولد شدن. و 1% مردم غیر ممکن است، آنها قابلیت آموختن را ندارن و حتی چی نمیتونن که پیشوا یا که راهبر شوند، انتخاب شوند. و اگر انتخاب شوند از عهده چنین کار برآمده نمیتونن. ببینید اگر که ما به سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعت کنیم، ابوذر غفاری رضی الله عنه، ابوذر غفاری رضی الله عنه شخصی بود که تقوا داشت و در دعوت و در نشر کردن اسلام خیلی هم فعال بود. اما از نگاه یعنی که راهبریت یا که به دوش گرفتن همچی یک مسئولیت چنین صفات را نداشتند. با خاطر همون چندین بار ابوذر رضی الله عنه وقتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب کرد که یک مسئولیت را به دوش ایشان سپارند، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسپاردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه چنین صفات راهبریت در ایشان وجود نداشت. اما یک چیز مهم است که وقتی که ما چنین مثال ها را ذکر میکنیم، این به معنای آن نیست که ما در شأن و شرفی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم توهین کنیم یا اینکه چیزهایی که نه، برعکس عموما همچون یک چیز ما کوشش میکنیم که از حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثال ببریم و هر کسی که هر شخصی که هر چقدر کار کند به منزلت و قدر و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیرسد. اما اینجا فقط مطلب ما چی است؟ تشریح دادن و واضح کردن این آماری که از دیدگاه دانشمندان امروز به نشر رسیده است. و 1% که همچو فطرتاً رهبر تولد شدن به دنیا آمدن کی بود؟ مانند خالد ابن ولید یا اینکه عمرو بن عاص. عمرو بن عاص هم یکی از شخصیت هایی بودند که همچو فطرتاً از ابتدای حیاتشان تا آخر همچو چه رهبر در چی میکردن، یعنی که فعالیت میکردن. و خالد ابن ولید هم. پس اساسهای راهبریت چی است؟ دوراندیشی و هدف. وقتی که ما گفتیم تحریک مردم به سوی هدف
باید که وقتی که یک شخص همچون پیشو می شود، راهبر می شود، باید دارای یک هدف معین باشد. این چی اساسی چی است؟ رهبریت است. اگر هدف نداشته باشد، چی نداشته باشد، مردم را به کدام طرف پیشوی میکند. دومین تر اینکه پیروان مخلص این هم چی است؟ اساس و رکن و شرط اساسی چی است؟ راهبریت است. و سوم اینکه تشویق است که این را ما بعدتر چیکار میکنیم؟ بحث خواهیم کرد. دوراندیشی و هدف. ببینید هر یک شرکت، هر یک جمعیت، هر یک سازمان باید چی داشته باشد؟ یک هدفی، یعنی که بعید یا یک هدفی دراز مدت داشته باشد که آن را در امروز با انگلیسی ویژن و میشن میگن. چنانه که عموما اگر که ما به قرآن مراجعت کنیم، خداوند گفته است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما همچو مردم، همچو بشریت چی هدف اساسی ما چی است؟ عبادت کردن خداوند است. و دوم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که هدف را برای اصحابش معین کرد. هدف چی بود؟ لیبلغن هذا الامر ما بلغ اللیل و النهار. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدفی یعنی که بعید را و یکی هدفی که دراز مدت بود آن را بیان کرد برای اصحابش و برای امتیانش. چی؟ گفت که این دین میرسد تا هر نقطه که در این کره زمین در آنجا شب و روز بباشد، یعنی که تمامی کره زمین را دین اسلام چیکار میکند؟ خب به تمام کره زمین خواهد رسید. و این همچو هدف پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش و برای تمامی امتیانش این را چیکار بیان کرده بود. پس اگر که ما وقتی که به سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعت میکنیم، به رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعت میکنیم، این رو میفهمیم که یک گروه، یک شرکت، یک کارخانه، یک سازمان باید دارای هدفی دراز مدت باشد. بدون هدفی دراز مدت چه آنقدر فعالیتش خوب نمی باشد. وقتی که هدفش معین باشد و میتواند که برای به طرف اون هدف همیشه کوشش کند و همیشه فعالیت کند.